سلام و عرض ادب خدمت دوستان گلم. علی هستم با یه ویدیو دیگه در مورد کسب درآمد از ضایعات و شغل ضایعات در خدمت شما هستم. اول از همه این که معذرت میخوام ازتون اگه کیفیت صدام پایینه، میکروفونم چند روزی از خراب شده. انشالله دستاورمون باز بشه بتونیم یه میکروفون بخریم. دوستانی هم اگه دوست داشتن حمایت کنن برای خرید میکروفون یه کامنتی بذارن، من خودم میرم دایرکتشون و بهشون پیام میدم. دوستان گلم، موضوع امروز ویدیو ما اینه که ما چجوری تو شغل ضایعات زودتر پیشرفت کنیم و به سودای بیشتری برسیم. یعنی یه جورایی مثلا سودی که قراره مثلا ما تو چند ماه به دست بیاریم به حداقلش برسونیم، زودتر از این حرفا به درآمد خوب برسیم. این دوستان، شغل ضایعات بارها گفتم شغل پرسوداییه و هزار میلیارد در ماه همین وانتی ها، همین نیسان ها، همین دورگردی ها درآمد دارن از همین شغل ضایعات، از همین هایی که میرن تو کوچه داد میزنن، نمیدونم لایک نون خوش، همونا بخوای همه شونو در جمع بزنی هزار میلیارد درآمد دارن. من حالا کار به این حرف ندارم، فقط خواستم یه موضوعی بهتون بگم. بچه‌ها ببینید، اگه مثلا خواستیم وارد شغل ضایعات بشین 100% یه سرمایه نیاز دارید، یه ماشینی نیاز دارید، یه سرمایه هم نیاز دارید که پولتون در گردشه کم و اینا نیارید. اگه واقعا میتونین پول جور کنین، میتونین وام بگیرید، بتونین یه مبلغی برای خودتون جمع کنید در حد مثلا 400 تومن، حداقل 400 تومن چی تو کارتتون داشته باشین، یه نیسان یه وانت هم داشته باشید. حالا میگین چرا 400 میلیون؟ ببین بچه‌ها، وقتی ما مثلا با وانت میریم ضایعات جمع میکنیم، آهن جمع میکنیم، لاک جمع میکنیم، نمیدونم میریم تو کوچه ها دوره گردی میکنیم، میریم تو شرکای صنعتی پلیس آهن میخریم، سفاله چدن میخریم، از اینجور حرفا. خب اگه پول نداشته باشیم مجبوریم باره که از این دست از آقای ایکس که خریدیم همون موقع ظهرش بعد ازش بریم بده آقای وای. چرا؟ چون این وسط یه سود کمی گیرمون بیا، مثلا 1000 تومن از هر کیلو گیرمون بیاد بریم آقای وای. چرا این کارو میکنیم؟ چون پول نداریم اگه بخوایم نفروشیم فردا بریم بار جدید بخریم، پس مجبوریم بفروشیم. برای همین میگم اگه واقعا مثلا نداریم خودتون سرمایه مورد نیازتون، برید یه وام جور کنید. حالا چرا وام جور کنیم؟ حالا میگین چرا خودمون تو قرض کنیم؟ همونجور میریم از این دست میخریم میریم به اون دست، کلی 1000 تومن گیرمون میاد. خدا بزرگه، کم کم. من نمیگم این روشم بده، ولی خب اگه میخوای زودتر به درآمد عالی برسی دوست من، شما یه کاری بکن، وامت اوکی کن، 300-400 میلیون سرمایه بذار تو کارتت باشه، در کنارش یه انبار کوچیکی یه جا اجاره کن، سرپوشیده باشه، مطمئن باشه ارزم به حضورت که از لحاظ ایمنی و دزدی اینا خاطر جمع باشه. بعد مثلا رفتی تو شرک صنعتی پلیسه خریدی، آهن خریدی، خاکی شدن خریدی، مستقیم از آقای حمید نخر، برو بده به آقای وحید به خاطر کیلو مثلا 1000 تومن سود. این کارو نکن. همون بار مثلا امروز رفتی 500 کیلو بار بیشتر نتونستی بخری، 500 کیلو هم میریزی گوشه انبارت، فردا میری 300 کیلو میخری، پس فردا میری 400 کیلو میخری، پس فردا میری 1 تن میخری، سرجم که میشه مثلا تو 10 روز میبینی 6 تن 7 تن 10 تن بار داری، 10 تن بار داری. خب الان راحت میتونی یه خاوری بگیری، اون باری که مثلا خریدی کیلو 13000 تومان مثلا دارم میگم، خب خریدی کیلو 13000 تومان، رفتی دادی به آقای ایکس کیلو 14000 تومان، کیلو 1000 تومان سود کردی. با این روشی که من بهت میگم میتونی بارو بخری کیلو 13000 تومان، بری بفروشی کیلو 16000 تومان، یعنی کیلو 3000 تومان سود کنی. البته این فرض سو امکان داره حتی بیشتر هم باشه، امکان داره یه مقدارم پایین تر باشه، ولی فرضه. حالا یه جور ساده تر بگم، مثلا شما تو 10 روز تونستی 10 تن بار بخرید، یا 5 تن، اصلا 10 تن ولش کن، 5 تن آهن تونستی بخری، 5 تن آهن کیلو 1000 تومان سود میشه 5 میلیون تومان. حسابش رو بکن، همون 5 تن اگه بری به شرکت بدی 5 تا 3000 تومان گیرت میشه 15 میلیون تومان. یعنی چی؟
20 روز افتادی از زندگی جلو، 20 روز درآمدت افتاده جلو. خاطر همینه که من میگم اگه وامم حتی وام 20% هم میری بگیری، برو بگیر، هیچ غمی نه که بری پول سودی پول نزول اینا. من پیشنهاد نمیدم وام. خلاصه دوستان با یک وام هم کارت حل میشه. حالا خیلی دوستان میگن که مثلا شما فقط آهن میگی، من نه، کلا همه بارا میگم، چه لاک، چه بطری های نوشابه، چه آلومینیوم، فرقی نمیکنه. شما موردی که نیاز دارید یه انباره با یه مقدار سرمایه. یعنی حاضرم باهاتون قسم بخورم که براتون رهی که مثلا تو 1 سال میخوای درآمدش کسب کنی، با همین خورده فروشی از این دست بخری فردا بری به همون دست بفروشی، تو 3 ماه اون پولو به دست میاری. حتما این فاکتور رو بچه‌ها رعایت کنید. و اینکه موضوع دیگه ای که هست که انشالله فردا یه ویدیو دیگه جدید میخوام آپلود کنم. اون ویدیو خیلی کاربردیه، پیشنهاد میکنم ویدیوی فردا رو از دست ندید. تا ویدیوی دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.